روزی روزگاری یکی از جوانان فینیتو برای استخدام به اداره کاریابی فینیتو مراجعه کردندی. سلام، من دانشگاهم را تمام کردمی و آمدم تا کاری بیابمی. به به، چه جوان همیشه در صحنه خوبی هستندی. بگو ببینم پارتی مارتی داشتندی؟ نه والا، یک بار دوستان دعوت کردندی که همان اول گزمه ها از در و دیوار ریختندی تو و دیگر توبه کردمندی. منظورم اون پارتی نبود، منظورم اینه که آیا از اقوام کت خدا یا قالقال یا شلشل یا فرفر می باشیدندی؟ نه والا، نسل من جدن در جد رعیت می باشندی. سکه‌ای، مکه‌ای، سرمایه‌ای، رانتی چیزی داری؟ ای بابا، سکم کجا بودندی؟ اگر سرمایه‌ای داشتم که برای کار نمی آمدمی، مثل آقازاده ها می خوردم و می خوابیدمی. کارت خیلی سخت شدندی. باشد، چند سوال از رساله کت خدا می پرسم تا ببینم التزام قلبی و عملی به کت خدا داری یا نه. بگو ببینم، هنگام ورود به بیت کت خدا با پای راست وارد می شوی یا با پای چپ؟ اگر هوا سرد باشد، عجله هم داشته باشم، جفت پا میپرم تو. آقای مچی، به بیت کت خدا توهین میکنی؟ ای پسر فتنه‌گر، آخر من این همه سال ریاضیات و شیمیات و فیزیکات خواندمی، کار من چه ربطی به رساله کت خدا دارندی؟ فیزیکات و شیمیایت را بگذار در کوزه، آبش را بخور. در فینیتو یا باید پارتی داشته باشی یا جیره‌خور کت خدا باشی، وگرنه کلاهت پس معرکه است. من خودم تا روباه و کلاغ بیشتر نخواندم، اما یکی از مدیران خدوم فینیتو می باشی مندی. همینه دیگه، تا وقتی فینیتو دست این بی مغزاست، مغزای واقعی یا بیکارن یا فراری. ای بر پدرت کت خدا که همه آتیشا از گور تو بلند میشه.